الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر، أو كما قال: صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در جلسه گذشته پیرامون اقوال و یا سخنان ارزشمند و زیبای سیدنا عمر اشاره نمودیم. سخنان سیدنا عمر سخنان در عرصه دینی و اجتماعی و گوشه در عرصه اقتصاد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم اسلام، رسول نازنین می فرمایند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله وضع الحق، الله سبحانه و تعالی گذاشته حق را بر لسان عمر. یعنی سیدنا عمر هر آنچه که میگوید حق است. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از جایگاه والا و بالای برخوردار هست، اما به این که میگیم هر آنچه که میگوید حق است، سیدنا عمر معصوم نیست. یعنی اگر جای خطای و لغزشی از سیدنا عمر، حتی گناه معصیت سر زده باشه، سیدنا عمر معصوم نیست، معصوم نبوده و ما صحابه را معصوم نمیدانیم. به این که حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید: ان الله وضع الحق على لسان عمر، یعنی اقوال سیدنا عمر، بیانات و ارشادات سیدنا عمر از کجا سرچشمه میگیره؟ از قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم. یکی دو قول دیگر هم پیرامون اقتصاد، به این که یک جامعه باید اقتصاد خوبی داشته باشد، از فقر و تنگدستی نجات پیدا کنه، اشاره میکنیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند: احذرکم عاقبة الفراق، من شما را برحذر میدارم از عاقبت بیکاری. یعنی بیکاری خیلی عواقب خطرناک داره. انسانهایی که به هر مرض مبتلا شدن از اثر بیکاری بوده. در اخیر میفرمایند: فإنه اجمع للابواب المکروهة من السکر، کسی که خود را بیکار میگذارد به درستی که دروازه های همه زیشتی هایی که او را به سکر، به بیهوشی و به مستی و به اینها میکشانه، این دروازه ها را به روی خود باز کرده. سیدنا عمر به صراحت میگن: احذرکم، من شما را بیم میدهم، میترسانم از عاقبت بیکاری. این قول سیدنا عمر هست. یعنی جامعه بیکار فقر دامنگیرش می شود، جامعه تنبل فقر دامنگیرش می شود. سیدنا عمر می خواهد که این جامعه را سوق بدهد به طرف اینکه از فقر و از تنگدستی نجات پیدا کنند. همچنین سیدنا عمر می فرمایند: برای انسانهایی که اهل کار هستند، برای انسانهایی که اهل تجارت هستند، برای انسانهایی که بیع و شرا دارند، برای انسانهایی که خرید و فروش دارند،
برای انسان هایی که در این راه تجارت و اینها گام برداشتن میفرمایند ان العمل کیر فانظر کیف تخرج منه. همانا کار و وظیفه متوجه باشید که این مشابه یک آهنگری است، یک کوره هست. وقتی شما داخل شدید متوجه باشید که چگونه از این بیرون میشوید. یک تعبیر یعنی این کار شما را میسازه. شما استقامت داشته باشید. در برنامه گذشته اشاره کردیم که شخص نباید یک معامله را کرد وقتی برایش نقصانی پیش آمد فوراً ترک نکنه، بار دیگر انجام بده، بار دیگر. در یک قول اینا مرات آمده چندین مرتبه او معامله را داشته باشه، بعد اگر دید که در ازی خیری نیه ترک بکنه. اما اگر در بیع و شرا، در معامله، در کار این کوره هست. سیدنا عمر میگه متوجه باش که این کار تو را میسازه، عاقبت زیبایی داره، ولو که درآمد اندک باشه، ولو که درآمد اقل باشه. این کار سرنوشت تو را میسازه، زندگی تو را میسازه، عاقبت تو را میسازه. در قول دیگر آمده که ان العمل کثیر، کار فراوان هست. انسان نباید تشویش کنه من بیکارم. چرا بیکاری؟ کار پیدا نمیشه. وقتی سیدنا عمر میفرمایند که ان العمل کثیر، کار زیاد هست، بعضی انسان ها میگن کار پیدا نمیشه. خب شخص میخواد از ابتدا تجارت شروع کنه، از ابتدا سرمایه بزرگ داشته باشه، از ابتدا خانه لوکس داشته باشه، موتر لوکس داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه. امکان نداره. از ابتدا شروع کن، از راه حلال. خود را بیکار نگذار. بیکاری عیب هست ولی کار عیب نیست. این برادرانی که در داخل کوچه و بازار میبینید سرک جاروب میزنن، برای اینها عیب هست؟ خیر، بزرگترین شرف هست. از آبله کف دست در خدمت وطن، در نظافت وطن، کوچه و بازار تلاش میکنن، آبرومندانه پول پیدا میکنن. اما تو کسی که بیکار نشسته و این کار را قبول نمی کنی، برای تو عیب هست. سیدنا عمر میفرمان کار زیاد هست، ولی این که انسانها دلیل میارن این کار به میل من نیست، این کار درآمد نداره، این کار بالاخره بیکاری درآمد داره، خانه نشستن درآمد داره، سر کوچه نشستن درآمد داره، ویل گشتن و بالاخره از این پارک و به این پارک و این را اذیت کن و این را اذیت کن، این درآمد داره. به هر حال سیدنا عمر میفرماید که کار فراوان هست ولی تلاش بکن که بیکار نباشی. همچنین سخن اخیری که پیرامون بخش اقتصاد را اشاره میکنم اینه که روزی سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از جای عبور میکردن، جوانی نشسته بود. چرا اینجا نشسته هستی؟ گفت که بیکارم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه طرفش نگاه کرد، دید که جوان هست، قوت و نیرو و انرژی در وجودش هست، میتواند بیل بزنه، میتواند بالاخره کار بکنه. سیدنا عمر طرفش نگاه کرد، گفت دیگر دم روی من استاد نشه. سیدنا عمر وقتی دانست که کار برایش مهیا هست ولی کار نمیکنه، گفت در مقابل چشم من دیگه استاد نشو. نمیخوام انسان بیکار را در چشم خود ببینم. حتی در بعضی از اقوال سیدنا عمر در جلسات گذشته اشاره کردیم که سیدنا عمر یک جوان بیکاری دید که برای زنان مسلمان در مدینه، برای دختران مسلمان اذیت میکنه، موها را چرب میکنه، خب بالاخره با عبا و قبا و بسیار لوکس، فقط وظیفهش اذیت کردن دختران مسلمان هست. سیدنا عمر واقف شد، او را خواست، دیگه گفت تو را در مدینه نبینم تا عمر زنده باشه، دیگه حق نداری در مدینه وارد بشی. بیکار میگردی، یک جرم، اشخاص
اذیت میکنی دیگر جرم، و برای دختران مسلمان آزار و اذیت میرسانی و چشم چرانی داری دیگر جرم، تا عمر زنده باشه دیگه حق نداری در مدینه داخل بشی. سیدنا عمر با اشخاص بیکار، با اشخاص ویلگرد، اشخاصی که ضربه به اقتصاد جامعه بزنن با وسیله بیکاری خود، فقط مصرف داشته باشن و عاید نداشته باشن، سیدنا عمر با اونها چنین برخورد میکرد. گفتار سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در عرصه سیاست. سیدنا عمر گفتیم اقوال زیاد دارن، اقوال سیدنا عمر در عرصه سیاست و اینها. سیدنا عمر میفرمایند من لم یعرف الشر یقع فیه. کسی که شر ندانه و نفهمه که چی چیز شر هست، چی چیز بد هست، واقع میشه در او. چگونه؟ کسی که کفر را نشناسه. چی میدانه این کفر هست؟ اعوذ بالله داخل میشه در دایره کفر. کسی که شرک را ندانه، زمانی که انسان خیر و شر را دانست، تفکیک کرد، این خیره این شره، آنجا میدانه که من کجا برم. سیدنا عمر این یک سیاست هست، سیاست اسلام همین هست. اما امروز سیاست های امروزی، اگر بخوایم سیاست های امروزی تعریف کنیم چی میگوییم؟ سیاست های امروزی یعنی دروغ، یعنی فریب، یعنی چم، یعنی مردم آزاری، یعنی جیب مردم را خالی کردن و جیب خود را پر کردن، یعنی فقط به فکر خود، یعنی در هم و غم خود، فقط من راحت باشم ملت همه بمیرن، من جان من در امن باشه همه ملت ویران بشن. این سیاست امروزی هست، چم و فریب و دروغ و حیله و بالاخره همه ارزش های انسان فدای فقط قدرت بشه، دین و اسلام و قرآن و اینا همه فدای قدرت بشه. این سیاست پوچ امروزی. اما سیاست اسلامی چنین نیست. سیاست اسلامی سیاستیه که باید انسانها سرفراز و سربلند زندگی کنن. سیاست اسلامی و قرآنی اینه که باید انسانها در امن، در امنیت و در اقتصاد، بدور از فقر، بدور از رنج، بدون از مشکلات باید زندگی کنن. این سیاست اسلامی هست. سیدنا عمر میگه شر اگر کسی نشناخت بر او واقع میشه، گناه را کسی نشناسه به گناه داخل میشه، معصیت نشناسه به معصیت داخل میشه. دشمن را نشناختی در کنار دشمن مینشینی، میدانی که این گرگ هست، خود را از او برحذر میداری. اما اگر ندانی که این گرگ درنده و تو را از بین میبره، میری در کنارش طعمه گرگ میشوی. این سیاست اسلامی هست که سیدنا عمر میگه من لم یعرف الشر، کسی که شر را نشناخت چه کار میشه؟ یقع، واقع میشه فیه در او. که الله سبحانه وتعالی بر ما توفیق بده که خیر و شر را بشناسیم، یعنی کفر و اسلام را بشناسیم، نواقض اسلام، چی چیز اسلام را نقض میکنه میشکنه باید بشناسیم، دشمن را باید بشناسیم، شیطان را باید بشناسیم، ابلیس را بشناسیم، دشمنان دیرینه خود را باید بشناسیم، تا اینکه ما طعمه گرگان و گرگ صفتان نشویم. به همینه که شعر بیدل هم در اینجا یاد اومد که میگه تواضعهای دشمن مکر صیادی بود بیدل. این بفهم بدان، وقتی یک صیاد تواضع میکنه، این تواضع به خاطر خدا هست، این به خاطر احترام توست. تواضعهای دشمن مکر صیادی بود. صیاد وقتی خود را خم میکنه به خاطر چی؟ مکر صیادی بود بیدل، که خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. رسول الله میفرماین المؤمن کیس، مؤمن باید زیرک باشه، هوشیار باشه، نباید دشمنان او را فریب بدهند، نباید از یک سوراخ 2 مرتبه یا چندین مرتبه گزیده بشه. این سخن سیدنا عمر در عرصه سیاست. دیگر این که سیدنا عمر میفرمایند فإن أسعد
ولاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى ولاة من شقيت به رعيته. خوشبختترین امیر، والی، رئیس جمهور، خوشبختترین از او کسیه که خوشبختی را میاره بر رعیت خود. بدبختترین والی و امیر و پادشاهیه که شقاوت و بدبختی ایجاد میکنه بر رعیت خود. پیرامون سیاست اقوال زیاد سیدنا عمر دارن که ادامه این سخنان را بعد از یک میان برنامه انشاءالله بیان میکنیم. با ما باشید. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ایمان شمای صحابه بیاورند، به طور قطع هدایت یافتند و اگر از حق روی گردانی کنند پس راه مخالفت و دشمنی را در پیش گرفتند و به زودی الله تو را در برابر شر آنها کفایت خواهد کرد و او شنوا و داناست. مجددا خدمت همه عزیزان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سخنان سیدنا عمر پیرامون سیاست گفتیم. سیدنا عمر می فرمایند خوشبختترین حاکم و رئیس جمهور و امیر منطقه کسیه که رعیتش خوشبخت باشه. بدبختترین زعیم کشور یا امیر منطقه و یا بالآخره پادشاه کشور کسیه که رعیتش به طرف بدبختی روان باشه. پس به هر حال سیدنا عمر هست که میخواهد که سیاست را برای زعما، برای بزرگان و برای مسئولین بفهمانه که ای کسی که تو در فلان منطقه رئیس جمهور هستی، در فلان منطقه تو مسئول هستی، اگر زیر دستان تو بدبخت بودن این نشانه بدبختی توست. اگر زیر دستان و رعیت تو خوشبخت بودن، آرام بودن، این نشانه خوشبختی توست، نشانه فوز و فلاح و رستگاری توست. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در جای دیگر می فرمایند من كثر ضحكه او ضحكه قلت هیبته. کسی که اگر خنده اش زیاد بود، قرآن چی زیبا می فرماید فلیضحکوا قلیلا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. شما متوجه باشید وقتی می خندید کم بخندید اما زیاد گریه کنید. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. سیدنا عمر می فرماید کسی که زیاد بخنده هیبتش کم میشه. و من مزح استخف به. کسی که زیاد مزاح کرد، زیاد حرفهای شوخیانه و اینها را به زبان آورد، این جایگاه خود را از دست میده، سبک میشه. پیرامون سیاست هست و میفرماین من کثر کلامه، کسی که سخن از او زیاد شد
سقطه چکار میشه؟ کثر او کثر زیاد میشه لغزش های از او، زیاد میشه اشتباهات از او. و من کثر، از کسی که زیاد شد اشتباهات از او چی میشه؟ قل حیاؤه، حیایی کم میشه. و من قل حیاؤه، از کسی که حیایی کم شد قل ورعه، وقتی حیا کم شد، حیا رفت، تقوایی کم میشه، خدا ترسی کم میشه. و من قل ورعه، از کسی که کم شد تقوایی از او، مات قلبه، قلبش میمیره. چقدر نکات زیادی. خنده زیاد هیبت را کم میکنه، مزاح زیاد انسان را سبک میکنه، از وزن انسان کم میکنه. حرف زدن، حرفهای بیهوده به زبان آوردن، اشتباهات زیاد میشه. وقتی اشتباهات زیاد شد حیا کم میشه، وقتی حیا کم شد تقوا کم میشه، وقتی تقوا کم شد قلب انسان که مرکز سلامتی انسان هست، که رسول الله میفرمایند الا ان فی الجسد مضغه و اذا صلحت صلحت كله و اذا فسدت فسدت كله الا وهي القلب. اگر این در حال از بین رفتن بود، او سلیم و سلامتی خود را از دست داد، انسان بدبخت دنیا و آخرت میشه. روز قیامت چگونه روزی است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت ارزش داره قلب سالم، نه مال به درد میخوره، نه اولاد به درد میخوره، مگر چیزی که اونجا ارزش داره قلب سلیم. و قلب سلیم هم تا زمان سلیم هست و سالم هست که با تقوا زنده باشه، با تقوا، با ورع آبیاری بشه. سیدنا عمر میفرمایند که باید که انسان متقی مواظب قلب خود باشه. قلب در وجود انسان حیات داره که انسان متقی باشه. وقتی ورع و تقوای انسان از بین رفت قلب چکار میشه؟ میمیره. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در جای دیگر میفرمایند از سخنان ارزشمند ایشان اذا رأیتم العالم يحب الاغنیاء فهو صاحب الدنیا، هنگامی که دیدیم یک عالم را دوست داره اغنیا را، میره در مقابل اغنیا، در مقابل بالآخره ثروتمندان، در مقابل انسانهایی که اهل دنیا هستند تواضع میکنه، این را بدانید که این اهل دنیا هست. درست 4 کتاب خونده ولی این توجه به آخرت کمتر داره، این صاحب دنیا هست. و اذا رأیتموه یلزم السلطان من غیر ضرورت فهو اللص، اگر دیدیم عالم را رفت پیش یک حاکم، پیش یک پادشاه بدون ضرورت، اگر رفت او را دعوت کرد، او را تعلیم دین داد، او را فهماند مشکلاتش را، او را راهنمایی کرد، نعمه. اما اگر به خاطر این که این پادشاه هست رفت عالم به نزدش، این را بدانید که او عالم نیست، فهو لص. لص یعنی چی؟ یعنی این دزد هست، یک خائن هست، به دین خیانت کرده، به علم خیانت کرده، به اسلام و به قرآن خیانت کرده. سیدنا عمر قول دیگرشان که معروف و مشهور هست که برای کسانی که به نام دین سر ملت ها حکم رانی میکنن و فرمان میدهن و در کشورهای اسلامی به عنوان زعیم و به عنوان رئیس جمهور و به عنوان حاکم قرار گرفتن، سیدنا عمر میفرماید که متوجه باشید که انا قوم اعزنا الله بالاسلام فلا نطلب العز فی غیره. وقتی رئیس جمهور میشی رای از مردم مسلمان میگیری، مردم مسلمان هستن که تو را تعیین کردن، پس متوجه باش که وقتی اعتماد کردن ملت مسلمان برای تو، رعیت مسلمان برای تو، مسلمان ها به تو اعتماد کردن و تو را به عنوان حاکم و مقتدا، به عنوان
بزرگ خود انتخاب کردن، این عزت رو دیگه از غیر اسلام طلب نکن. سیدنا عمر میگه ما قومی هستیم که اسلام به ما عزت داده. انسان مؤمن و مسلمان، این عزت خدایی است. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. منافقین عزت را از دیگر جاها میدانند، اما انسان مؤمن و مسلمان باید این را بدانه که این عزت من، اسلام به من این عزت را داده. و همچنین سیدنا عمر میفرمایند تفقهوا قبل ان تسودوا. پیش از این که به مسئولیت قرار میگیرید چه کار کنید؟ خود را آگاه کنید. در هر فنی که میخواید به اونجا گام بردارید، قبل از اون خود را واقف کنید. اگر رئیس جمهور میشوید، نگاه کنید که من میتوانم رئیس جمهور بشم؟ اگر شما وزیر میشوید، وزیر کدام، در کدام عرصه؟ آیا تخصص شما هست؟ اگر شما وزیر یک کابینه قرار میگیرید در جایی که تخصص شما نیست، در حقیقت شما هم به خود هم برای ملت خیانت کردید. سیدنا عمر میگه تفقهوا قبل ان تسودوا. پیش از این که شما به یک مسئولیت قرار میگیرید، شما خود را آگاه کنید. در اون مسئولیتی که میخواهید بروید و خدمت کنید، باید خود را کاملا در هر عرصه‌ای که هست باید خود را واقف کنید. به اینه که خیلی از مسئولین کشورها به مسائل واقف نیستن و در اون مسندها قرار گرفتن و ملتها را زدن ویران کردن، چون هم و غمشان فقط قدرت و قوت و سلطه بر انسانها هست، نه چیز دیگر. به اینه که اکثر کشورها دچار مشکلات شدن. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از سخنانشان این هست که والله لا يصلح لهذا الامر يا ابن عباس، قسم به الله که من صلاحیت نمیدهم در این امر ای ابن عباس الا القوی. یعنی هر انسانی که هر جا حاکم میشه، مسئول قرار میگیره، باید قوی باشه. من یک قوی را انتخاب میکنم. چگونه قوی؟ الا القوی فی غیر عنف. قوی که بالاخره او قوی باز چنین نباشه که بره ظلم بکنه، ستم بکنه. قوی باشه، قوت فکری و جسمی و بالاخره سخنش قوی باشه، فکرش قوی باشه، اندیشهش قوی باشه. اما نه چنان قویه که بره از این قوت خود سر ملت و اینها ظلم و ستم داشته باشه. چنین قوی نه. و می فرماین کسی را در جای انتخاب میکنن که اللین من غیر ضعف، کسی بره که انسان نرم باشه. اما نه، فرق نرم تا ضعف. انسانی که دارای نرمی باشه اما دارای ضعف نباشه. کسی که دارای ضعف فکری و لسانی و جسمی و ضعف عقیدتی و اینها قرار داشته باشه، این لین نیست. سیدنا عمر می فرمایند که من کسی را در جای انتخاب می کنم و او را به مصلحت می بینم که بره که قوی باشه، قوی که فی غیر عنف، اللین من غیر ضعف، والممسک گرفته باشه، مال بیت المال را حیف و میل نکنه، ضایع نکنه. اما چی؟ من غیر بخل. ممسک فرق میکنه تا بخیل. باید که بخیل نباشه. و همچنین میفرماین کسی را در جای باید انتخاب بشه که جواد باشه، سخاوتمند باشه، فی غیر اسراف، مصرف نباشه، اسرافکار نباشه، ولی جواد باشه، دست بازی داشته باشه. برای فقرا و مستضعفین باید که برسه. این سخن سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. از جمله سخنان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه اینه که
میفرمایند اذا اراد الله بقوم شرا، وقتی الله اراده شر را به یک قوم داشته باشه، الزمهم الجدل و منعهم العمل. وقتی که الله بخواد یک قومی را عذاب بکنه، یک قومی که از خدا جدا بشن، از الله فاصله بگیرن، از احکام خدا فاصله بگیرن، اقوال خدا و پیامبر و بزرگان دین را فراموش کرده باشن، برن دنبال بالاخره قانونهای غرب و دنبال حرفهای پوچ این و آن، اصل و اساس را وقتی رها کنن، الله وقتی به این چنین قومی که خودشان نخواسته باشن خیر را، الله بر اینها وقتی که اراده شر بکنه چه کار میکنه؟ الزمهم الجدل، اینها رو به جدل میاندازه، اینها در جان هم دیگر گرفتار میشن، اینها به نام قوم و قومیت و قومگرایی و بالاخره اینها به نام حزب و فلان به جان هم دیگر که افتادن، و منعهم العمل، از کار میمانن. از کار ماندن، از یک طرف مشکلات ناامنی، از یک طرف مشکلات اقتصادی. وقتی کار نبود ضربه بزرگی بر اقتصاد هست و سیاست دینی نمی شود. زمانی که در کشور سیاست دینی به وجود آمد، سیاست قرآنی به وجود آمد، آنجا اقتصاد شرعی میشه و انسانها از مشکلات فقر و بیچارگی و اینها نجات پیدا میکنن. آخرین سخن خود را درباره سیدنا عمر به قول ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود ختم میکنم. عبدالله ابن مسعود میفرمایند درباره سیدنا عمر، من و شما در آخرین جلسه از جلساتی که پیرامون سیدنا عمر صحبت شده قرار داریم، این آخرین جلسه هست. سیدنا عمر شخصیت است که اگر سالها بگوییم هنوز کم گفته ایم. عبدالله ابن مسعود می فرماید کان اسلام عمر عزا و هجرته نصرا و امارته رحمت. می فرمایند اسلام آوردن عمر عزت بود و هجرت عمر نصرت بود و امارت عمر یعنی دوران خلافت عمر رحمت بود. الله اکبر. بنازم به همتت، به غیرتت، به شهامتت، به زهد و تقوا و پرهیزگاریت، ای فاروق اعظم، ای عمر ابن الخطاب. هر جایی که بحث از عدالت به میان بیاید، ناخودآگاه زبان فریاد میزند عمر. هرگاه سخن از نامت بیاید عمر، ناخودآگاه بحث از عدل و عدالت می شود. بنازم به اون شخصیتی که اسلامش به اسلام عزت داد، هجرتش نصرت و پیروزی را به وجود آورد و خلافت و امارتش برای مسلمین رحمت بود. عزیزان و بزرگواران، می توانیم بگوییم که این فقط شمه و قطره من با علم اندک و با فکر قاصر و با زبان لکنه‌دار، من خود را از این خیلی کوچکتر می دانم که من بیایم پیرامون فاروق اعظم حرف بزنم. فقط ذره و قطره و شمه بود که از زندگی فاروق اعظم بیان کردم. و در اخیر می خواهم اگرچه کتاب‌های زیادی پیرامون شخصیت سیدنا عمر، پیرامون عدالت سیدنا عمر، پیرامون زهد و تقوا و پرهیزگاری سیدنا عمر
تحریر شده است. حتی درباره سیدنا عمر از محققین مسلمان که میگیم دوستدار سیدنا عمر بودن کتاب نوشتن، حتی غیر مسلمان ها هم پیرامون عدالت سیدنا عمر کتاب و سخنان دارن که دوران سیدنا عمر آنها میگوین که یک دوران طلایی و یک دورانی که تاریخ دیگر سراغ ندارد. بناهن به خاطر اینکه عزیزان و دوستداران سیدنا عمر بخوان بیشتر و بیشترتر نسبت به سیدنا عمر معلومات داشته باشند، من یک کتاب که به زبان فارسی هست جدید ترجمه شده از دکتر علی سلابی هست که عمر بن الخطاب خلیفه دوم اسلام بررسی و تجزیه و تحلیل زندگی سیدنا عمر هست. این کتاب را به همه عزیزان من معرفی می کنم که توصیه می کنم برای خواهر و برادر که این کتاب را بخوانید. این کتاب سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، این کتاب را حتما مطالعه کنید، بخوانید و شخصیتی که الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها تعریف و توصیف سیدنا عمر را دارد. شما حتما این را بخوانید و زندگی سیدنا عمر را و اقوال سیدنا عمر را در زندگی خود پیاده گردانید تا خوشبخت دنیا و آخرت بشوید. شاید بعضی از دوستان این کتاب را نتوانند به دست بیاورند، آنها را توصیه می کنم به این که در سایت عقیده مراجعه فرمایند. این کتاب در سایت عقیده موجود هست، از اونجا می توانند کسب کنند و مطالعه کنند. بار الها پروردگارا همه ما را پیرو واقعی اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم داشته باش. پروردگارا روح سیدنا عمر را شاد هست، شادتر و خوشحالتر در جنت الفردوس، امان طوری که در دنیا در کنار یار خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرار داشت، دفنش در کنار یارش نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست، حشرش با نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. بار الها پروردگار همه ما را در روز قیامت در کنار نبی کریم صلی الله علیه و سلم، در کنار سیدنا ابوبکر صدیق و در کنار سیدنا عمر فاروق محشور بدار. پروردگارا بر ما توفیق بده که راه سیدنا عمر را تعقیب نموده و اقوالش را در زندگی خود پیاده کنیم و همانطوری که نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن که به هر کدام از صحابه من شما اقتدا کنید هدایت می شوید، ما به سیدنا عمر و سایر صحابه باید اقتدا کنیم، چون قرآن میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. هر زمانی که ایمان شما مثل ایمان صحابه شد شما هدایت شدید. اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه شد، یعنی به راهی که صحابه رفتن به همان راه که شما روان شدید، خوشبخت دنیا و آخرت می شوید و هدایت می شوید. هر روز در نماز می خوانید اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما را هدایت کن به راه راست. راه راست کدام راه است؟ راه صحابه هست. انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. صحابه بودن که شهید شدن، صحابه بودن که صالحین بودن، صحابه بودن که در راه الله سبحانه تعالی زحمت کشیدن. الله سبحانه تعالی ما را در راه اصحاب جلیل القدر نبی کریم صلی الله علیه وسلم، خصوصا در راه فاروق اعظم خلیفه دوم اسلام، ما را ثابت قدم داشته باشد. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. ان شاء الله از جلسه بعدی پیرامون خلیفه سوم اسلام ان شاء الله بحث ما آغاز خواهد شد. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.